آیا تا حالا براتون پیش اومده که بعد از دیدن یک فیلم مبتذل با خودتون بگید کافیه، باید از دیدن این فیلم ها دست بردارم، کاری که دارم میکنم اشتباهه، باید تمومش کنم. باید بدونی تو تنها کسی نیستی که با این مشکل مواجهی، اما قطعاً از خیلی از اونهایی که وجدانشون رو به خاطر گناه توبیخ نمیکنن بهتری. قدم‌های زیر به خیلی ها کمک کرده تا از دیدن فیلم‌های مبتذل خودداری کنن و صفحه جدیدی رو تو زندگیشون باز کنن. قدم اول، قانع بودن به تصمیم ترک آن. اگر هنوز قانع نشدی، باید بیشتر در زوایای قلبت بگردی و به قناعت کامل برسی که ادامه دادن این راه جز لغزیدن به مسیری که هیچ ثباتی نداره، راه به جایی نخواهد برد. هر بار که احساس ضعف کردی، توانایی خودتو بیاد بیار و افکار منفی رو به تفکر مثبت تبدیل کن. قدم دوم، از خداوند یاری بخواه. بیاد داشته باش که پروردگار بر اساس نیت پاکت بهت کمک و یاری میرسونه و راه توبه رو هم برات هموار میکنه. قدم سوم، خودتو محاسبه کن. وضعیت کنونیت رو با دقت بررسی کن و به این سوالها پاسخ بده. چرا به این مرحله رسیدم؟ چه انگیزه هایی باعث میشن به سمت فیلم های مبتذل کشیده بشم؟ گام چهارم، همین الان دست بکش. به محض اینکه تصمیم توبه میگیری، به هیچ وجه اونو به فردا یا روز دیگه‌ای موکول نکن و خالصانه از باری تعالی بخواه تا در این راه یاورت باشه تا به سوی آزادی گام برداری. گام پنجم، خونه‌ات رو تمیز کن. همه CD های مبتذل رو بشکن و هرچه فیلم های نامناسب در کامپیوترت و موبایلت داری پاک کن. کلید اتاقت رو بنداز دور و بدون که باید در اتاقت رو همیشه باز بگذاری، مخصوصا وقتی که از کامپیوتر استفاده میکنی، چون این کار شدیداً باعث میشه وقتایی که شیطان تو رو به سمت گناه میکشونه محدود کنه. گام ششم، فعالیت های جنسی خودتو اصلاح کن. اگه تا الان ازدواج نکردی، یادت باشه که این فیلم ها بزرگترین دلایل ضعف جنسی بعد از ازدواج هستند. معتادان به فیلم های مبتذل در معرض مشکلاتی همچون ناتوانی جنسی، انزال زودرس و مشکل نعوذ قرار دارند. اما اگه ازدواج کردی، باید بدونی که فیلم های مبتذل از مهمترین دلایل شکست ازدواج هستند. سعی کن در ارتباطات خودت ابتکاراتی به خرج بدی که تو رو بیشتر برانگیزه. از همراهی با همسرت لذت ببر، چون این کار نقش مهمی در کنترل شهوتت داره. گام هفتم، از بین بردن انگیزه ها. تو از همه بیشتر به وضعیت خودت آشنایی، پس سعی کن تا میتونی جلوی انگیزه های شهوانیت رو بگیر. مثلا تا زمانی که کار خاصی در کامپیوترت نداری، اون رو روشن نکن، چون استفاده بی‌دلیل از کامپیوتر باعث میشه دوباره راه دیدن این نوع فیلم ها باز بشه. خودت تصمیم بگیر که از این کار دست بکشی قبل از اینکه به لبه پرتگاه برسی. گام هشتم، چگونگی برخورد با اوقات شهوت. باید یاد بگیریم که چطور با اوقات شهوت برخورد کنیم. یک دوره شهوت با حداقل شروع میشه و رفته رفته به اوج میرسه و دوباره فروکش میکنه. همه این دوره کمتر از 30 دقیقه طول میکشه. به همین خاطر دفعه بعد وقتی دچار حس شهوت میشی، بدون که بعد از چند دقیقه این حس از بین میره و تو میتونی بر اون غلبه کنی. گام نهم، اسیر وسوسه نشو. هرگز اسیر وسوسه قدرت نشو که من قویم و میتونم هر فیلمی رو ببینم بدون اینکه بر من تأثیری داشته باشه. این یکی از خطرناکترین عوامل برگشتن به اعتیاده. گام دهم، خودت رو تشویق کن و برای خودت پاداش تعیین کن. این کار باعث میشه همتت رو تقویت کنی. هر وقت که به یاری خدا از دست این اعتیاد راحت شدی، به دیگران هم کمک کن. تجربه خودت رو با دیگران هم در میون بگذار تا با استفاده از اون خودشون رو کنترل کنن. شاید این اقدام تو کلید حل مشکل خیلی از دوستات بشه. دوستایی که تصمیم دارن از این کار دست بکشن.